اون روزا یادت بخیر چه روزگاری بید. یادم خیلی کوچیک بیدم، همون موقعی که کوچیک بیدم پدرم چقدر کتکم میزد. یه رو رفتم پیش مادرم گفتم دایه به پدرم بگو این خد منو کتک نزنه. گو دایه تو درست بخون، دیلمت بگیر، برو سربازی ورگرد. خدا چه دیدی؟ شاید استخدام شدی شرکت نفت و رئیس پدرت شدی. آقا ما هم شروع کردم به درس خوندن، خوندم و دیلم گویدم ردم سربازی ورگشتیم، بیدیم استخدام و بیدیم شرکت نفت. دست بر قضا گذاشتم قسمت مستقلات، همون جایی که پدرم کار کرد. یه چند ماهی گذشت و رئیس قسمت مستقلات مرد و ما شدم رئیس مستقلات و شروع کردم به انتقام گرفتن از پدرم، انتقام همون کتک هایی که به میزد. یه روز گذاشتمش تپی کشی، یه روز فرستادمش نوک بیلر، همون منجنیق آگما، یه روز سر بیلر بید پایین. یه روز هم صداش کردم گفتم بیام اینجا بنیارم، تو چرا کار نمی کنی؟ پدرم باشی، برادرم باشی، من پارتی بازی سرم نمیشه. نهیب دادم به پدرم جلو همکاراش کنفت آبی یک کشیده زیمن گوشم، 3 تا تاب خردم، افتادم سر زمین، چشمام باز کردم دیدم بالا سرم. گفت آلبرد نکبت مایر، من نگفتم شم خوره که کم بخور که خو ناجور نبینی. یادش بخیر چه کتکای سر خو خردم و چه کتکای سر یکی رئیس پدرم شدم. اما وای حال یادش بخیر چه روزگاری بید.